خوشحالیم که امروز در جمع شما هستیم و این پروژه که 36مین پروژه گروه اعزام هستش به بهره برداری میرسه. با این پروژه ما به 260 کلاس در کشور رسیدیم و در حال حاضر 40 پروژه و 300 کلاس درس در دستور کار قرار داریم که یکی از این پروژه ها در بردسکن استان خراسان رضوی هستش. خلاصه عرض کنم که گروه اعزام متشکل از 14 کارخونه هستش که با مدیریت آقای ایروانی داره میشه. 6000 نفر حدوداً در مجموعه اعزام فعال هستن به صورت مستقیم و حدود 30000 نفر به صورت غیر مستقیم. در کنار فعالیت تولیدی گروه اعزام یک بخش فعال هستش به نام مهر اعزام که از 2 بخش تشکیل شده که به یه بخشش آقای کفاشیان مدیریت میکنن که بخش ورزشی هستش و در حال حاضر همطور که دوستمونم فرمودن حدود 15000 نفر رو تحت پوشش قرار داره. بخش بعدیش بخش امور عامل منفعه هستش که در زمینه احداث و مشارکت مدارس، حمایت از کودکان بی سرپرست با همکاری کمیته امداد هستش. فعالیت دیگر که 46000 نفر رو در حال حاضر در کشور تحت پوشش قرار دادیم. موضوع دیگر آزادی زندانیان غیر امن هستش که تا حالا حدود 500 نفر آزاد شده که حدود 30 نفر در استان خراسان رضوی بوده. حمایت از کودکان کار، افراد کارتون خواب، زنان سرپرست خانوار از دیگر فعالیت‌های گروه اعزام هستش. امیدوارم که این مدرسه ثمرش دانش آموزان با استعداد و خدمتگزار به کشور باشه. سپاسگزارم. بسم الله الرحمن الرحیم. منم خیلی ممنون میگم همه دوستان، بچه‌های عزیز و همچون مسئولین عزیز که خوشحالم امروز در این منطقه در خدمتتون هستم. خب همچون که بعد از این کردن در این هولینگ اعزام جناب زوربند اشاره کردن در راستای مسئولیت‌های اجتماعی فعالیت‌های اجتماعی زیادی میشه که خب خیلی از قربان‌ها واحدهای صنعتی میان و در چارچوب فعالیت اجتماعیشون یک تیم تشکیل میدن و اون تیم رو حمایت میکنن. از جمله که خیلی کنن از افغانستان حمایت کنن نتونستن انداخت نشن به برد نشوز که جامعه دیگه ورزشی که متاسفانه الان خب استان خراسان که همیشه کسی استعدادهای بالا و بزرگ کشور هستش الان خیلی توی کار فعال نیست که ما انشاءالله امیدوار هستیم که این کار رو بتونیم انجام بدیم. در هولینگ اعزام ما در واقع اومدیم در این مناطقی رو در استان خراسان در مشهد مقدس در نظر گرفتیم و در کل کشور مناطقی در نظر گرفتیم و در این استان خب فعالیت‌هایی داشتیم که جناب سمیع چند بار با مدیر آموزش پرورش اینجا جلسه داشتیم و قرارشد منطقه بابل که خب اجرا نشد ولی در حال حاضر ما 2 استادیوم رو در نظر گرفتیم. یکی در ترقوه هستش، یکی استادیوم مصرف هستش که و یکم استادیوم جعفریانی که باید در حال صحبت هستیم که اشاره بگیریم و بیش از 900 بچه‌های ورزشکار 900 نفر اعم از پسر بچه و دختر رو در سنین 7 تا 15 سال تحت پوشش قرار گرفتن.